بسم الله الرحمن الرحیم و بین السین سلام و درود داریم میریم مسافرت. چطوری بچه‌ها نگاه کنید لای پای من یک آهن وجود داره، تو دستم رینگ لایت، اینجا غذا. واقعا مغزت تو چطور کن نگاه کن داریم تو نافم. اگر همراهی کنید یا ابوالفضل احمد صاحب میبینید شرکت فولاد آهن داره. چیزی کجا میذاره؟ خیلی بزرگ کاش این بگو تو خیلی اذیتت میکنه نه دیگه. رینگ لایت تو شد نه کجا خب میشه. خب پس چی نگرانت اضافه میگیره. نگاه چقدر فضا الکیش خالص. منو نشون بده بچه‌ها. این احمده. خب این احمد. آفرین بچه‌ها من نخوابیدم، خیلی خستم زیاد نگاه کنید قیافه چه می‌بینید. خب بچه‌ها نگاه کنید این ور کسی که میشینه اصلا هیچ دیدی به بیرون نداره. ما داریم یه آزمایش انجام میدیم زیر پوشش شرکت‌های آمریکایی. می‌خوام ببینیم کسی که دید به بیرون نداره و اینکه چرا از اینجوری نگاه می‌کنی؟ پوشش شرکت چی؟ امریکنز آمریکایی هم. قیافت به شرکت‌های آمریکایی می‌خورد مرد. آرمان رفاقت نمی‌کنه. خدا نگه. آرمان خودش یه تو انگلیسی داداش. خدافظ. کی آرمان انگلیسیه؟ کی؟ آرمان شیش رگه هندیه. کشمیر. بچه‌ها کشمیر لایک و کامنت و سابسکرایب لطفا. من میترسم آرمان تو چادر سلطان. خدافظ. بچه یکی از مشکلاتی که ما داریم آدمیه که میخواد پشت راننده یا هم عبد بشه. آرمان کونه گنده‌شو بزنه اینجا اول که کلش میره تو سقف، پاش میره تو صندلی، اینجا جا نمیشه. شما سایزاتون اضافه از بعده. محمد ماشین 206 کوچیک نیم، ما سایزمون غیر اندازن. تو دعا کن ماشین بهتر بخرم. به امید خدا لنکروس. اما تو یه مشکل دیگه که داره کلا ببین اینجا اومدن آرمان توی مسابقات کلا مشکله. خب آرمان یه مشکلی که داره بیرون از خونه نمیتونه برینه، مثل این سگای دستی است میگیری 40 میلیونا فقط تو سر جای خودشون میرینن با شورن با آدمن. این نمیتونه چیکار باید بکنه منظر؟ یعنی نمیتونه برینه، یوبس میشه به جز دستشویی خونه‌شون. خشک میشه نمیتونه دستشویی کنه. خشک میشه نه دستشویش میاد نمیتونه بره دستشویی، نمیتونه برینه. فقط به من همین گفت، من تا همین حد اطلاع دارم. که تو میگی از من همینطوری هم داداش. یعنی تو هم جز خونه خودتون جایی نمیتونی برینی؟ مرسی از اینکه ویدیو رو تماشا کردین. اینم از ولاگ آماده کردن ماشین برای رفتن به مسافرت. بار دیگه میشه اعلام کنی؟ داره ورد میخونه. بسم الله الهی با امید تو. بچه ما حرکت کردیم ما اجازتون. موبایو بازه. برو نه برو تا برو غلط. بریم غلط چی کنیم؟ زیدون غلط. بالاخره من شما هم هزینه کردیم بدون سوخت که ما نمیتونیم. به چشم مادری پیرزن رو چه نمیداشت. What the fuck. بچه اولین اصل مسافرت سلامتیه که ما همینجا داشتیم سر کوچه داشتیم میرفتیم. Didn't know what to say, I was taking the train one way. Never thought I'd see you again. زنگ بر آرمان بزن بیدارش کن. 10 دقیقه آرمان کودکس. الو کیش میری یا نه؟ آماده باش ما داریم میرسیم. یه 5-10 دقیقه دیگه میشتیم. ربع ساعت دیگه. اوکی مواظب زیبایت باش. آماده باش. ای آور رفتیم تو. یواش بود دستم یواش بود. منطقی بود خودش. بچه محمد دیگه تحمل نداره. وسط بار داریم میزنیم کنار دیگه جا نداره مخزنش. نه ولی خوب اشکال نداره. مهم باکو بچه عجله داره. برو پشت درخت ها. ببره پشت درخت. میونه بیارو این سکو وایس جلوی درختو بشن. ها دور بیره خب بگیرو بچه ابشار اما داشت میگه چه اتفاقی افتاد؟ اومدیم بریم بشاشیم. چشمت کور شده بود. مردمک چشمت بسته شده از که فشار بهت اومد. جلوی پاشو ندید شده. ملت و چششون پول کور میکنه ما شاشیم. یعنی قشنگ 2 برابر دروه. نمیدونم چجور داخل بیرون میشه. من ناراحت ماشینم. منم ناراحت خودم. داداش تو چرا اینقدر حجیمی چون وسایلش کمه ولی خودش خیلی بزرگه. چه خبر؟ یو من واتساپ من. چقدر بیداری آرمان؟ چند ساعت بیداری؟
قشنگ بلند شد. نگاه داره با چه عشقی نگاهش میکنه. حسودی میشه. اما داداش این میخواد از اول سفر اینجور رفتار کنی من پیاده بشم. فکر گنگشتا اون انگشتر من کن حلقه. نگاه داره. دیگه حلقه من کو الان میخواد بذاره داخل کار اتفاق. اینقدر عجل داری نه؟ آمان چند خوبی. آرمان بچه‌ها که می‌بینید الان اینجا داغونه. 5 بعدزار که پا شده تا الان نخوابیده. به ما گفت ساعت چند میایم گفتیم ما 4 صبح اونجاییم. 4 شد 6 نرفتیم. گفت کجایین 6 گفتیم 7 اونجاییم. 7 شد نرفتیم. شد 8 نرفتیم. الان ساعت چنده؟ 9. چه تمیزی کردی. من فهمیدم شیشه تو داره چشات نمیبینه از از که خسته. به خدا نگاه شیشه و بالاتر باشه کیفیتش بیشتر. قهوه بکنم یه چی توش بوده. اما گفتم سوخته. کجا میری قوره؟ من به حرف خانومم هر چی گفت همون. چشم این سوپرشون بده. یه برند معروفی نداره. کدام این خوشا آشغال توشه. یعنی یه قهوه به ما نده. فکر کنم 30 تا شات قهوه بود به قارن. اووردوز کرده من. سوخته بوده. سیاگو رو بردیم؟ نه. نگاه خشتا کش کردم. با هم درست. این پاره هم. نه پاره نیست. چیکار شده؟ نگاه کمک ماشینه که زده. شلواری میزنی. خدا کما بعد تو که نمیخوایم. لحظه چیه؟ یه شلوار یه قرن ندارم ما که بعد تو نمیخوایم. گفتم یکم خشتکی ضعیف شده بذار درستش کنم بذار کمک فنرک زدی. اما تو پلاستیک گاییده شدی. رو شلوار این خورده پشتش چیز شده. یه کمی ضعیف شده چون وزن زیاد سوارش شده. بچه اگر میبینید وضعیت ما الان اینه خب به این دلیلی که ما میگفتیم عبد ما به نظر چیا رو چجوری میتونیم جا بدیم. نگاه کن مثلا میگفتی عبد یه گاف داریم این عبد گاف گاف کلا نقد حالا جا شدی یا نشد؟ نه ولی خدا نه گوش کن خدا وکیلی من الان جان خیلی راحته. من ناراحت نه پنجره دارم نه دید دارم دماغی با فیلم بردار حرمت داره نه دماغ. عفه شو بابا. ایسا به افتخارت فیلم بردار یه بکش داخل. آجی منی من پنجره دارم احمد داره میمیره. چه جوریه؟ چشه؟ اصلا زرما من قهوه که میگم آماده خوردم 30 سال لازی دوش. Yeah, we were wild and free, and you know everything about me. So wild and free. شو چلی بکلی لونه شو چه یارم برا جونه. قرآن برام گذاشتی. نه قرآن بیس دارون شماری قرآن ریمیکس. این رمزش چه این خود رفت اسپانیا. این چیه؟ اسلامیک ایتالیان. رای ایتالیا. امامزاده محمود محمد داداش ببینم چیکار عاشق نداریم اینطوری برمیداریم میمالیم به این چته؟ یادش رفته بود اینک رو چشمشه داشتیم رد می شدیم بچه ها. اینجا اسمش آتش کردن الان تابلوش معلوم نیست. این خونه های بغلشه. این خونه اینقدر اندازش اینجا یه چی قدیمی پشمامون ریخته. السلام علیکم.
Get out of here, man. Shit. من میخوام ادای توریست براتون نرم. What is this called? It's like Irish place. This place is just weird though. Yeah. Your people is there. Bro, they're dead though. It's like old. Okay, they have an enemy. Your parents. When the enemies attacking is the people here is pick up the escort and shooting. Yeah. پول ایران نه توریستان بود اومد گام راست میگه به در موردش بخون ببین چیه خب بچه ما اینو میخونیم خلاصش ببین به تو توضیح میدیم کاخو چیه وضعیتش اما ما این که رفته نمیبینیم مربع همه راست میگه پیکسلی همه. خب بچه فقط ما خوندیم که مال دوره ساسانیه و کاخ اردشیر. خب بچه اینجا مال بابا بزرگم بود. آره مال پدر جد بود اسمش اردشیر. اوه یا حضرت عباس بچه چه بزرگه یه درختی شده کاکتوس پشما آجی چقدر بزرگه ما راستن اینجا وایسه ترسون اینجا بریم ترپ باشه یهو اینجا جدا انگار مثلا خونه 4 طبقه یا اما بیشتره تو نگاه کن آقا من موندم الان میگم الان این سنگو ول نمیشه بیافته رو سرمون ناموسن کار کن اردشیر کارشو بلد بود. اوه چقدر تو ناموسن نگاه کنین زمانی که هیچ جای دنیا همچین تمدنی وجود نداشته واقعا بود تمدن ملت پارش بود تایر ساختن که آمد بیاد میرینه مثلا دلیل خرابی کاخ اردشیر کمش 2000 سال قدمت داره یه نرسی میخواه بگیره بشد یا خدا یا حضرت عباس اشمو بچه ها داره سرم گیج میره داغی امشب می بده پیمونه بیکار چا دست اما بیا پاکو اما این بشر چری طوری بود احمد اومده داخل محله خودشون رگش پاپ کرده رفته کو اوه دوباره رفتی تو کدام سولاخ؟ تا سولاخ اوه میبینی توش ای همه اینجا هست اینجا بریم راپلو من what the fuck چجور رفتی تو؟ چرا اینو بستن؟ چیه تو سخت؟ یو خدا بچه نگاه سرکانت چی کار ما نمیکنه برای یه سامورای همه جدا بستن کلاز موقع پیش راست کن چی؟ مال 2000 سال پیش داروسل زیر زد اینجا داداش معمارش خب پول نداشتم بهشون بدم معمارش اینجا رو ریده خب این تیکه کلا همه کل ساختمونش خراب شد اینجا خیلی خبر بوده خراب شدن همشون اینجا نیست که دیماش خونه هست اونجا یه اتاقی بچه میدونی اینجا بابه چیه مهران امکی رو برداری بیاری اینجا فقط مگنت فیشینگ کنه
مگنیفیشن بخشی فلزیاب اصلا اینجا استخر پوله. زنگ بزن میران داداش اینجا اومدی؟ ببین اینجا اومدی قسم مال خودته، مال با بزرگم اصلا میتونی همه جاشو بکنی، فقط ببین با بیل کار بولدوزر یا بیل مکانیکی برداری بکنی. الان اومدیم قسمت پوینش. قضیه آبگیر اینه حاجی، این یعنی رسما صد بوده. یه سوراخ دیگه بریم توش. نگاه اینا داداش چند طبقه زیر زمین داشت. خدا چقدر بزرگه یکی. بچه این پارت یکی ولاگ بود، پارت دومش رو ببینید. داخل این مسافره قراره چند تا فیلم و ولاگ براتون بگیریم که همش پشت سر هم میاد بیرون. حاضر زیباییاتون باشید. پارت بعدی میبینمتون. فعلا